در اینجا ایستادن خطرناک است. رفتیم برای شما جای بی خطر پیدا میکنیم. لشکری میری موشان. همه چیزی از شهر ما باقی مانده رو کشانده میبرند. آنها از پسی من. تیزتر دوید، با جنگل میرویم. آنها ما را در میابند. با بولو برای دارد آنها را. همش خوب است؟ با فکرم نه آنقدر. خوب، ما کی را دستگیر کردیم؟ جاسوس چوبین؟ جاسوس میری موشان؟ بچه ها، آنها شما را دزدیدند؟ نه، آنها ما را نجات دادند. اگر شما دشمن نباشد لطف کرده به چند سوال ما جواب دهید. بچه ها، شما روید. ماشه به شما غمخواری میکند. خوش، سوال اول، شما کیستید و در اینجا چی کار میکنید؟ من لختک چوبین، این باشد کلارا است. هر دوی ما رو میری موشان جادو ما کرد. کسی رو میجوییم که میری موشان رو مغلوب کرده تواند. ملکه ملک قنادی رو میجوییم. ملکه ملک قنادی را؟ من چنین واقعه را در عمرم نشنیدم. درباره این ملکه به من خود شاهزاده ایریک نقل کرده بود. شاهزاده ایریک، برای او همه ما به چنین وضعیت گرفتار شدیم. اگر این بچه نمی بود گرزی سیرداک به دستی میری موشان نمیافت. و همه این شاهزاده ایریک گناهگار است. البته تو هم گفتی و ماندی. وای بچه بیچاره و ناتوان. من از شما خواهش میکنم، شاهزاده ایریک دوستی من بود. کاپیتان کندی، فراموش نکنید که عنوان من از عنوان شما بلندتر است. من خودم این بچه را دوست می داشتم، ولی حالا با او مشغول شدن نمی توانم، زیرا کارهای دیگری مهمتر دارم. ما باید چیزی را نجات دهیم که از میری موشان باقی مانده است. اینطور باشد بیایید ملکه رو یک جای جستجو کنیم. من وقتی خود را به جستجوی چیزی صرف نمی کنم که وجود ندارد. اگر کاپیتان کرمیل، کدام یک ملکه ای که وجود ندارد؟ یک لحظه مایور، شاید آنها دروغ نگویند. من یک بار شنیده بودم که شاه با شاهزاده ایریک درباره این ملکه نقل میکرد. خود شاه با بزرگی او اعتماد داشت. شاید او برای نابود کردن موشها کمک رساند. شما میدونید که وی در کجاست؟ به ما گفتن که وی در جزیره بحری طوفان هاست. خیر میلش، ما به جستجوی ملکه ملکی قنادی می رویم. ولی خودی من به این سفر راهبری میکنم. البته. تو نمیدونی شاهزاده ایریک کجا شد؟ او را میری موشان نابود کرد. همین دور اگر من شما را درست فهمیده باشم، لختک چوبین پاره چوبی درخت می باشد که از تعقیب یک اسکادران مسلح گریخته است. ولی شما جرأت کردید که به نزد من برگشته به بیچارگی و ضعیفی خود اقرار شوید. ناعتبرها. چرا شما آنها را با واسطه گرزی سحرناکتان نابود نمی کنید جناب؟ البته می توانستم.